یعنی هنوز سگت داره به صداهای بیرون و محرکای بیرونی وقت میزنه و تو هیچ کاری نتونستی بکنی. پس تو آخر این ویدیو فقط میخوام با من نباشی، کلت میگیرم رو سرت. راسل ترینینگ. آقا خیلی چاکریم به تمام دنبال کنندگان کانال راسل ترینینگ. در این ویدیو میخوام به یک مبحثی بپردازم که یک مبحث سریالی. قبل این یک ویدیو گرفتم برای در واقع وقع سگ شما به صداهای بیرونی که بسیار بسیار درصد زیادی از کسایی که سگشون وقع میزنه اون عامل هستش که قطع به یقین لینکش رو در دیسکریپشن پایین میذارم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید. حالا یا بعد این یا قبل این فرق نمیکنه چون ترتیب نداره، فقط مهم اینه که این سریالیه رو ببینید. سریالش هم اوزل نیست که 500 قسمت باشه، نه 3 قسمت کلا. شما این 3 تا ویدیو رو ببینی انجام بدی دیگه به جرئت میتونم بگم 90% وقت سگ شما میفته. اون 10% خودت میگی بزن چون اصلا دیگه حس میکنم سگ ندارم، گربه دارم. میپردازیم به دومین دلیل که چی میتونه باشه. در حالا دلیل قبلی رو اصلا نمیخوام باز کنم، حتما برید ببینید. دلیل دومی که در واقع سگ شما به محرک های بیرونی، به صداهای بیرونی مثل صدای آسانسور، صدای آدمی که تو راه پله رد میشه آدمی که توی راه پله رد میشه، یا چه میدونم صدای آیفون وق میزنه، ترس هستش. ترس یک عاملیه که شما متوسطانه در طولگی بهش نمیپردازید. چجوری بهش بپردازید؟ با در واقع چی میگن، مبحث اجتماعی سازی باعث میشه که سگ شما وقتی بزرگ شد، وقتی صدای آسانسور اومد بدون این صدا چیه، وقتی یکی راه رفت تاق 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 تو پله ها، چون اون صدا از پای سگ ایجاد نمیشه، بدون آقا یه آدمیه که این یه چیزیه که تو پاشون میکنن که ما نمیکنیم. یا چه میدونم کسی از توی راه پله رد میشه یا حرف میزنن یا صدای آیفون، اینا رو بشناسه. اینا رو شما انجام نمیدید. به همین دلیل برای سگ شما یه چیز ناشناخته به حساب میاد. مثل اینکه شما، من همیشه مثالی که حتی سر کلاسام میزنم میگم، مثل اینکه شما الان میاید هر صدایی از توی در واقع کوچه شما به مشام بگو، چرا من توپق میزنم به گوش شما بخوره، یک دیگه توپق نمیزنم، به گوش شما بخوره یک صدای آشناست. اگه چه میدونم حتی یکی بم دستی هم بندازه وسط کوچه‌تون، حالا ممکن 4 تا فوش بدی ولی میدونید چه صداییه. حالا فکر کن یه دفعه ندونی یه صدایی که تا حالا نشنیدی، مثلا شدنی باشه اصلا یه سفینه فضایی بیاد بشینه تو کوچه شما تا حالا صدای سفینه فضایی رو نشیدی، حداقل تو واقعیت نشیدی، تو فیلم ها شنیدی. اوکی، خب میشینی میگی همسر بشین، سفینه فضاییه میاد، حالا بالاخره خیلی اونجوری کار خاصی نداره، 2 تا فضانوردن پیاده میشن میخوان اینجا ملک ببینن و این، نه قطعا شما رو بلند میکنه و میری جلوی پنجره و پرده رو میکشی کنار که ببینی چیه. بعد میبینی اون سفینه فضایی است. و جالبتر از همه اینا اینه که اگه 2-3 روز پشت هم بشینه تو کوچه شما، چه اتفاقی میفته دیگه شما متوجه میشی که آقا این همون سفینه است. یعنی حتی روز دوم و سوم دیگه ممکنه بلند نشی، میگی آقا این همون سفینه است، بشین اومده ملک ببینه. ولی اگه ننشسته باشی میشه برای شما یک عامل غریبه. خب حالا ما چی کار میکنیم؟ ما میریم برای دیدنش، ما میریم برای تجربه کردنش، از پشت پنجره نگاه میکنیم و با اوکی میشه. سگ شما چون نمیدونه و نمیتونه اینو در واقع تجربه کنه، شروع میکنه به سرسا کردن، شروع میکنه به وق زدن. در وهله اول اگر توله دارید مطمئن باشید، اینو من به ضرس قاطع بهتون میگم، یه دقیقه بیا جلو، اگر در سن کم اگر توله داری، مخصوصا زیر 6-7 ماه، این اجتماعی سازی، این نشون دادن هر چیزی که در زندگیش میتونه باشه رو براش عادی نکنی، بهت چک سفید امضا میدم که در بلوغ یه سگ ناهنجار وغزن ترسو خواهید داشت، مطمئن باش. پس اگر توله داری حتی زیر 1 سال، از همین الان شروع کن وحشتناک هر چیزی که تو
مخیلش میگنجه و تو زندگیش میتونه ببینه رو بهش نشون بده، عادیش کن. اینجوری وقتی سگت بالغ بشه دیگه ترسی نداره، دیگه نمیترسه. و برای سگ‌هایی که میترسند هم باز حالا سگ شما بالغ شده دیگه نمیتونی کاری بکنی دیگه، ممکنه که به قول معروف حالا اون عادی نباشه اون وسایل و در واقع اون چیزایی که باش وقت میزنه. این هم باز بخوایم بهش بپردازی، در وهله اول یک مقداری ما از ترس سگ رو میتونیم بذاریم به حساب ژنتیکش. یه سگی میتونه ژنتیکی بترسه، اگر مادرش، اگه پدرش، اگه پدر بزرگ، مادر بزرگش، پدری چه مادری ترس داشته باشن، این ترسه میتونه ژنتیکی منتقل بشه به ارزم بزرگشون طوله شما. به همین دلیل علم برید و پرورش یک علم واقعا جامع و کامله که وقتی شما بخوای یه سگ بالانس داشته باشی، اگر یک نر یا یه ماده‌ای ترس داره و میدونی که این ترس ژنتیکیه، اونو از چرخه برید خارجش میکنن که تو ایران همچین اتفاقی نمیفته. پس در نتیجه ما میتونیم با سگ‌های روبرو باشیم که از نظر ژنتیکی ترس دارن و اونو هیچ کاریش نمیشه کرد. تمام خصوصیاتی که شما از پدر محترمتون و مادر محترمتون گرفتید امکان نداره اونا رو بشه پاک کرد چون ژنتیکیه. این که از این. ولی بقیه سگ‌ها که این ترسشون میتونه اکتسابی باشه و کسب کرده باشن این ترس رو توسط همین عدم اجتماعی سازی توسط این عدم اجتماعی سازیه و ارزم به حضور شما که عدم این به قول معروف کارهایی که در طولگیش نکرده، اینجا باید در واقع باز یک سری رفتار انجام بشه. رفتار اشتباهی که اکثر شما میکنید اینه که زمانی که سگ شما آلارم ترس میده، که آلارم ترس دادنش همون وقت زدن است، وقتی آلارم ترس میده و میترسه و شروع میکنه به وقت زدن، شما برای ساکت کردنش اولین کاری که میکنید چیه؟ من همینجا ویدیو رو استاپ میکنم، شما کامنت بذارید. داداش جرأتشو ندارن کامنت بذارن. اولین کاری که میکنی بغلش میکنی و اشتباه ترین کار ممکن، چون در نهایت این یک تایید کردن رفتار اون سگه، نه آروم کردنش، و شما اون رو تایید میکنی و دفعه بعد هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و به جایی میرسه که دیگه واقعا اون به اون بغله نیاز داره و چه اتفاقی میفته؟ اون ترسش از بین نرفته. شما زمانی میتونی بگی من سگمو ساکت کردم که دیگه اگر صدای بیرون اومد وقت نزنه، نه اینکه وقت بزنه تمام اندامش به لرزه بیفته، بعد شما حالا فقط چی میگن سرپوش بذاری رو صورت مسئله. پس در نتیجه در وهله اول تحت هیچ شرطی بغل نکنید، بذارید سگ شما خودش با ترسش کنار بیاد، بذارید مستقل بار بیاد، رو پای خودش وایسته. اینجوری زمانی که میترسه، البته اینم باز بگم شاید این کار برای یه سگ 5-6 ساله‌ای که دیگه الان صدایی از بیرون میاد، یک ترسی بهش دست میده که هر لحظه امکان داره دور از اون سکته کنه، شاید چیز نباشه، شاید دیگه مناسب نباشه و اون سگ رو اگه بخواید درست بکنید همه این کارا رو خیلی نمه نمه باید بخورونید و وارد زندگیش بکنید. اوکی؟ اما برای سگ‌های دیگه در وهله اول بغلشون نمی‌کنید، در وهله دوم سعی می‌کنید که توی یک خونه، یک جایی، شما اگه فیلم‌های هالیوودی رو نگاه کنید اکثرا یه کلبه لونه چیزی دارن، یه جایی برای سگ شما که اونجا نقطه امنش باشه، بره داخل مثلا اونجا. اوکی؟ و باز هم برای میگم سگ‌هایی که حالا طوله هستن یا 1 سال و نیمشونه، این بیرون رفتنه و این تجربه کردنه بسیار بسیار میتونه باز کمک کنه در از بین بردن وقتشون از ترس. اشتباه دوم ما اینه که وقتی سگ شما یه چیزی میترسه، مثلا اگر خونتون یه جای پرتردده، پنجره رو وا میکنید، صدای آمبیانس بیرون، بچه و موتور و ماشین و اینا میاد و سگ شما برق میزنه، چیکار میکنید؟ دقیقا کار اشتباه رو انجام میدید، پنجره رو میبندید و پلم میکنید، میگه دیگه این تحت هیچ شرایطی وا نمیشه چون این برق میزنه. اتفاقا برعکس، زمانی که واکنشی نشون میده باید در باز بذاری، بگی اصلا این بازه، انقدر وقت بزن که برات عادی بشه و بفهمی یه چیز کاملا نرمال و کاملا اوکی هستش. و در وهله بعدی کنترل رفتارهایی که بعد از
ترس سگ ما میتونیم انجام بدیم که یکیش همین بغل کردن و تایید کردن سگه. گوش میکنید؟ اگر سگ شما بیرون از سگ ها میترسه، اینو باز یه ذره این رفتار اشتباه رو باز کنم براتون. اگر سگ شما بیرون از سگ ها میترسه، خب شما به قول معروف احتمال داره که احتمال خیلی زیاد پشت شما پناه بگیره. حتی خیلی وقتا من دیدم طرف سگش روی زمین بوده میترسیده، سگ خود من میرفته به سمت اون سگ، طرف صاحب سگ با همون قلاده کتفی سگ رو از زمین بلند میکرد و آویزون میکرد که سگ من بهش نرسه که اون بخواد مثلا بترسه. گفتم خانم اصلا شما خودت همین الان داری اینو بدتر ترس تو دلش میندازی بابت این یه دفعه از زمین جدا کردنه و عین عروسک بالا آوردن، عروسک خیمه شب بازی. گوش میکنی؟ به همین دلیل در وهله اول که نه حتی بلندش میکنی، نه حتی بغلش میکنی و نه حتی اگر پناه گرفت پشت شما اجازه این پناه گرفتن رو بهش نمیدی و دورش میکنی از خودت که خودت باش. در صورتی که بدونی سگ اجتماعی، سگ مشکل رفتاری نداره و 100% با سگ شما کاری نخواهد داشت، که اینم باز میتونید استلامش رو از صاحب سگ بگیرید. تا جایی که امکان داشت من توی این ویدیو سعی کردم بگم مشکلاتی که در مورد وقت زدن های از روی ترس هستش. باز اگر نکته‌ای که من باورتون نمیشه دوستان، همه این ویدیوها رو بداهه میام میگیرم و اصلا به قول معروف فکری روش نمی کنم، اما میدونم در مورد چی میخوام صحبت کنم. اگر نکته‌ای رو جا انداختم یا حتی در مورد همین، فقط همین وقت زدن به صداهای بیرون از روی ترس سوالی داشتی یا مشکلی داشتی، در کامنت بنویسید. حتما من راهنماییتون میکنم و حتما جواب کامل بهتون خواهم داد. این دکمه سابسکرایب و این زنگوله رو بزنید، لایکم بکنید. من مطمئن باشید اینجا هرچی دارم و در تبع اخلاص برای شما خواهم گذاشت. مخلص.